ломает, не ломает, там в перелетнем варенье оно находится, да? За аренду, знаете. پیامبر وقتی که ذکر ماه شریف رمضان میکرد فضیلت این ماه رو بیان میساخت فرمود هو شهر جعل الله الصيام نهاره فریضه و قیام لیله تطوعا. ماه شریف رمضان ماهی است که خداوند متعال روزهای آن را برای امت اسلامی فرض گردانده است و قیام شبها نماز تراویح به شب خواندن، در نمازهای تراویح ختم قرآن انجام دادن را تطوع یا سنت قرار داده است. درباره فریضه رمضان هفته گذشته ما با شما صحبت داشتیم، حکمهاش بیان کردیم. برای تحذیر باز یک بار دیگر بیان میکنم برای اون مردم بی‌پروایی که نسبت رمضان اندیشه نمیکنن، بی‌پروایی میکنن، که در حدیث صحیح اومده است از عبدالله ابن عباس روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اور الاسلام و قواعد الدین ثلاثه علیهن اسس الاسلام. خلاصه دین مبین اسلام، پوسکنده ای دین و قاعده ها و ستون های ای دین بزرگ سه چیز است که اسلام عزیز در بالای همین سه پایه قامت افراخته است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر. حلال الدم، هر کسی که یکی از همین سه پایه را ترک میکند کافر میشود، خونش هدر و مباح میشود، خونش دیگه قدر منزله جبو میکنه. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم بیان کرد شهادت ان لا اله الا الله و صلاة المکتوبه و صوم رمضان. همون سه اصل، اولش کلمه شهادت بر زبان راندن است، دومش نمازهای فرضی را انجام دادن و نهایت سومش روزه ماه شریف رمضان را داشتن. این فرضی از فرایض الهی است. کتب علیکم الصیام، خداوند امر میکنه بر شما فرض گردانده شد روزه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پس ای مسلمان ها، هر کسی از شما ماه رمضان دید، رؤیت هلال براش واقع شد، باید البته روزه بگیرد. این فریضه خدا است. در این موضوع ما هفته گذشته صحبت کردیم. خب اگه درباره قیام شب صحبت میکنیم، این ماه است که خداوند قیام شبهای آن را تطوع گردانده است، یعنی عمل نافله و زایدتی. اصلا وقتی که نافله میگن بسیار مفهومی وسیع است. سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست در زیر همین مفهوم داخلند. اصلا احکام شرعی دو نوع میشوند، واجبات و مندوبات. واجباتش فرض واجب در بر میگیرد، مندوباتش دیگر احکام را، یعنی سنت و مستحب و نوافل امثال اینها را. پس این سنت است قیام شبها. خدای تعالی بندگانش که شبخیز هستند و شب عبادت خدا میکنند دوست میدارد، برایشان وعده های داده است، چنان بشارت های داده است که برای شخص صالح و سالم بعد از شنیدن این وعده و بشارت ها باور کنه حتمی میگردد به شب خیستن عبادت خدا را انجام دادن، زیرا این مهربانی خدا را وقت شخص میبیند آب میشود. در ضمن سوره سجده خداوند متعال فرموده استعیذ بالله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کاواک میکنن پهلوهاشون، یعنی ترک میکنن بستر گرم را، میخیزند از مضاجع، از مضجع، از بستر گرم، خداوند بزرگ خیش را عبادت میکنند، دست دعا به سوی او میبردارند، به خوف و به طمع، از ترس غضب خدا و از ترس دوزخ خدا و به طمع دیدار پروردگار و به طمع جنت المأوا و از او چیزی که خداوند برایشان رزق روزی کرده است از لقمه حلال استعمال میکنند.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا یعملون. پس خداوند میگه، خداوند ما و شما که هیچ کسی نمیدوند، هیچ عالمی ربانی و تفتزانی نمیدوند که خداوند در عوض این شبخیزی، در عوض این تر کردن بستر گرم براشان چی نوش و نعمتهای مهیا کرده است. خداوند منزلت اینا را تا کدام درجه را بالا میبردارد در عوض عمل شد، در عوض عبادت شبها شد. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی. خداوند سوال میکنه آیا او کسایی که مؤمن واقعی هستند، آیا او بندهایی که شب زنده دار هستند، قائم اللیل صائم النهار هستند، آیا مثل همین فاسقا هستند؟ یک عیده هستند که فقط دعوای مسلمانی دارند، از مسلمانی غیر الحمدلله هیچ چیزی را نمیدونن و هیچ عملی را انجام نمیدن. آیا اینو برابر هستند؟ لا یستوون. یا هرگز برابر نمیشه، هیچ وقت اینو در یک پایه قرار ندارند. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ندیم امت اسلامی، ندیم پیغمبر بود، ندیم ابوبکر و ندیم عمر بود. روایت میکند کنت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر. حضرت میگه بار همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک سفر مشارکت داشتم، شاید سفرش غزوه بود. فاصبحت یوما قریبا منه و نحن نسیر. یک سحر میگه خداوند میسر به من گردان که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشم. اصحاب پیغمبر خدا به حد دوست می‌داشتند که همه در تلاش بودن که در پهلوی پیغمبر باشند، نوبت نمی‌رسید. حضرت معاذ میگه یک سعادت بزرگی به من رخ داد، یک صبح در پهلوی پیغمبر افتادم در حالی که حرکت می‌کردیم. در معرکه میشینه مردم التماس میکنیم که بچه سوال داره سوال بده. ببینه در حال حرکت در غزوه معاذ بن جبل شکرگزاری خدا را داره که من در پهلوی پیغمبر غلطیدم. به چی خاطر؟ به خاطر آن که امکانیت سوال کردن برام مهیا گشت. فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه و یباعدونی عن النار. اخبرنی بعمل اذا عملته یدخلنی الجنه و یباعدونی عن النار. میگه گفتم ای رسول الله یک عمل برای من تعلیم ده که با مجرد کردن آن عمل خداوند مرا داخل جنت کند و از آتش جهنم دور سازد. حضرت صلی الله علیه و سلم تبسم کرد، گفت یا معاذ لقد سألتنی عن عظیم. ای معاذ گفت از کار بسیار وزنی سوال کردی. آرزو و آمال تمام بندگان خدا همی است، اما این کاری مشکل است. و انه لیسیر علی من یسره الله تعالی علیه. این گفت میسر می شود به اشخاصی که خداوند براشون آسان گردونده است، خداوند براشون میسر گردونده است. هر سری را سجده هم دستور نیست. خدای تعالی اگر کسی را گمراه کرده باشه سال از 12 ماه در گوشش بخوان قبول نمیکنه، میمانه در همون جهالت و گمراهی خود. بعد حضرت میگه ارشاد فرمود تعبد الله ولا تشرک به شیئا و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. یا معاذ گفت میخواهی که داخل جنت شوی و از آتش جانسوزی جهنم نجات یابی؟ پس خدا را عبادت کن، در عبادت خدا کسی را شریک نساز و 5 نماز را برپای دار و زکات مال خیش را بپرداز و روزه ماه شریف رمضان را به طور باید شاید ادا کن و اگر امکانیت قدرت داشته باشی در عمر یک بار سفر حج را باید که اختیار کنی.
بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که شوق مراق مرا دید به سوال کردن پیش دستی کرد، گفت الا ادلک علی ابواب الخیر، ای معاذ گفت دلالت کنم تو را بر دروازه های خیر، راه خیر را برات نشان بدم که با کدام راه ها خیر و ثواب به دست می آید؟ میگه گفتم بله یا رسول الله. حضرت فرمود الصوم جنة و الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار و صلاة الرجل من جوف اللیل. حضرت گفت دروازه های خیر سه چی است. اولش روزه. روزه برای صاحبش سپر است. روزه صاحب خودش از فسق فساد، از بلا و آفات باز می‌دارد. روزه هم سپری دنیوی است، هم سپری اخروی. در دنیا از فسق فساد صاحبش باز می‌دارد، در آخرت از آتش دوزخ. الصوم جنة و الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. دوم دری خیر و رحمت صدقه و خیرات است که صدقات خطا و گناه های بنده مؤمن را خاموش و محو میکند، همچنانه که آب آتش را. شخص توسط زکات، توسط صدقه افطار، توسط صدقات نافله میتواند که گناه های خودش محو کند. یعنی در عوض صدقات خیرات خداوند گناه بنده را محو میکند. حالا انشاءالله موضوع شما در این مسئله مفصل از صحبت بگیریم. و نهایت سوم گفت نماز مرد در دل شب. دروازه سوم خیر نماز مرد در دل شب است. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه سه آیه را که از سوره سجده آیه 16 و 17 و 18 هست والله اعلم الحال تلاوت کردیمش، ترجمهش کردیم، برای اصحاب خویش خواند، برای معاذ ابن جبل که این مردم بسیار مردم خداداد هستند. کسایی که به شب بستر نرم ترک میکنند، کسانی که به شب به خاطر خدا به عبادت قایم میشوند، کسانی که قایم اللیل هستند، شب زنده دار هستند. زیرا اینا مؤمنای واقعی هستند، توسط عمل خویش ایمان خودشون اثبات کردیان. ایمان اثبات داره. باز تاکید میکنم به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود، به من مسلمانم گفتن هیچ که مسلمان نمیشود تا زمانی که اسلام تا ثابت نکنی. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود الا اخبرک برأس الامر كله و عموده و ذروة سنامه. ای معاذ گفت خبر دهم تو را از سر و رأس تمام کارها، از بهترین تمام کارها و از ستون تمام کارها، از ستون اسلام و از بلندترین قله اسلام که بلندترین قله اسلام در کجا قرار دارد. حضرت معاذ گفت قلت بلا یا رسول الله. گفتم بله ای پیغمبر خدا، به همه خاطر من در پهلوت آمدم ایستادم که یک علم حاصل کنم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود رأس الامر الاسلام، سری تمام کارها اسلام است. به اسلام عمل نیک انسان پذیرفته نمیشه. حالی سوال میشه که مثلا بعضی نصرانی ها و یهودی ها هستن عمل خیر میکنن، کاری نیک میکنن، نمیدونم صدقات خیرات میتن، دستگیری میکنن، آیا یگان سود و منفعت میبرن؟ در دنیا بله، اما در آخرت هیچ سود و منفعتی نمیبرن، زیرا که بدون اسلام هیچ عمل نزد خدا پذیرفته نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. زیرا که از جانب پروردگار صراحتا در قرآن بیان شده است هر کس غیر دین مبین اسلام دین دیگر را اختیار کرده است هیچ عمل از او پذیرفته نمی شود. فردا روز قیامت از اهل دوزخ خواهد بود. پس سری تمام کارها اسلام است. و عموده الصلاة، ستون تمام کارها، ستون دین مبین اسلام نماز است. یعنی همین دین با این بزرگی و حشمتش در بالای نماز ایستادگی است.
و ذروة سنامه الجهاد، زیروه سنامش بلندترین قله ای دین مبین جهاد است در راه خدا. درباره جهاد هم صحبت کردیم که جهاد جانی می شود، جهاد مالی می شود، جهاد زبانی می شود. بلندترین قله اسلام جهاد است. از بس که موضوع ما همون قیام شب است، ما این حدیث تا آخرش هم کوتاه بیان کرده استیم. نباشه این حدیثی است که این با 3 ساعت 4 ساعت خلاص نمیشه و در شب شد. بعدا حضرت فرمود الا ادلک یا الا اخبرک بملاک ذلک کله. ای معاذ گفت من به تو بیان کنم که معیار همه این کارها به چی وابسته است. حضرت میگه گفتم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم زبانش به دستش قپید، فاخذ بلسانی فقال کف علیک هذا. زبانش به دستش قپید، گفت انا میره نگه بدار یا معاذ، زبان نگه بدار. حضرت معاذ میگه در تعجب